بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانری نادیله. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 171 مهندسی جهر رو با آشنایی با یک کتاب ترکی دیگر آغاز میکنیم تا به اعتماد ترک خود برگردیم، به ترک بودن خود، به آفرینندگی و خلاقیت ملی خودمون اعتقاد پیدا بکنیم. ببینیم که برای امروز چه کتابی به شانسمون میاد. دیروز کتاب نعت رسول رو خوندیم که گفتیم تقریبا هر چند صفحه‌ای به یه خطی نوشته شده و از نصف کتاب به بعد تقریبا میشه گفت که خیلی زود این تغییرات رو دیدیم. امروز کتابی که به شانسمون در اومد این کتاب هستش که بذارید ببینیم چه کتابی هستش. اسمشو گذاشتن فهرستگان نسخه های خطی ایران فنخا، نمیدونم یعنی چی، به کوشش مصطفی درایتی که در 45,436 صفحه نوشته شده. فکر نکنم درست باشه، فکر کنم یه جایی ایراد داره، چون این کتاب 45,000 صفحه میشه مثلا 100 جلد، شاید هم بیش از اون 200 جلد کتاب میشه از هر کدوم. بله بیش از، اگر هر کدوم 500 صفحه باشه 45,000 تا باشه، این بیش از 90,000 جلد کتاب میشه. اینجا یه جایی مشکل داره. حالا ما بخونیم ببینیم که این چه کتاب کی هست. این کتاب جدیده، دست خط نیست. این برای دومین باری که ما یک کتابی رو میاریم در اون کتاب‌های ترکی جمع شده باشه، ببینیم چی هستش. حالا یا فارسی، البته این گفته نسخه های خطی، مربوط به این ترکی نیست، ممکنه ترکی، عربی، فارسی و دیگر زبان ها هم باشه. اول کتاب رو کوچیک بکنیم، این جدید هست و ببینیم که بزرگی اون چقدره. این کتاب رو الان دارید میبینید با همون صفحه اول بسم الله الرحمن الرحیم در جمهوری اسلامی چاپ شده حتما. بله، فهرست نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی اینجا در سال 1334 نوشته شده ظاهرا این کتاب، ولی چاپ شده این اخیراً پیش از انتشارشه. گردآورنده هستش که احتمالاً این نویسنده خودش 1334 متولد شده احتمالاً. عنوان و پدید آورنده فهرستگان نسخه های خطی ایران فخنا، فهرست همون خطی، نون نمیدونم چیه، نسخه هست احتمالاً، الف هم ایرانه، فهرست خطی نسخه های ایران. اینجوری باید اینجوری باشه. اینجا یه مقدار چیزش با هم فرق میکنه. مشخصاتش: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران این رو چاپ کرده در سال 1390، یعنی 14 سال پیش این کتاب رو چاپ کرده. شابکش هم که کاری نداریم، موضوعش نسخه های خطی ایران فهرستگان هستش، بقیهش هم دیگه مهم نیست. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، آیین عجوبه. حالا این ببینیم که این چی هستش. اگر ربطی نداشته باشه دیگه ادامه نمیدیم. الفهرست الموحد للمخطوطات الایرانیه المجلد الاول، آیین عجوبه، اعداد مصطفی درایتی، اعداد. حالا اینجا هم همون کتاب رو به عربی معرفی کرده که یعنی الان اینجا رموز و اختصاراتی که در کتاب آورده: آتشی، مجموعه آقای سید علی آتشی در یزد. هر جا که اینجا نوشته امام جمعه، کتابخانه امام جمعه زنجان. آثار ملی، کتابخانه آثار ملی کاشان. وقتی آثار ملی میگه نگاه کنید، این تبریز اولین جایی بود که یک کتابخانه ملی داشت. خیلی هم این بیچاره کتابخانه خیلی جابجا شد. حالا از وقتی که من در تبریز یعنی به تبریز کوچ کردیم، یادم که در باغ گلستان بود این
بعد که انقلاب شد یک کمیته درست کردن، کمیته انقلاب اسلامی. این کمیته انقلاب اسلامی رفت اون کتابخونه، هرچی کتاب بود قاچاق کردن، اون کتاب‌های گران قیمت رو این کمیته چیها، و بعد اون چیزی که موند اون رو منتقل کردن به یه جای دیگری در خیابون حالا اسمش چیه این؟ الان امام خمینی، در اون زمان یا پهلوی بود چی بود یادم نیست، همون خیابان، اسمش خیابان بوده اصلش اینجا. و بعد از اونجا هم اسمش کتابخانه ملی بود و از اونجا به عنوان کتابخانه مرکزی بردن به چهارراه لاله اگر اشتباه نکنم اونجا هست و اسمش هم عوض کردن. ولی اینجا چی؟ اینجا آثار ملی مربوط کتابخانه آثار ملی کاشان، برای اینکه اونا فارسن، اونا باید ملی طرف حساب بشن ولی ما نباید ملی باشیم. امام صادق، مدرسه امام صادق چالوس و مدرسه امام صادق قزوین و کتابخانه مؤسسه امام صادق قم و کتابخانه، اینا دیگه اینها هستن که آغاز انجام برابر نمونه. امام عصر کتابخانه اینا دیگه مربوط به کتابخانه هایی که این کتاب ها در اونجا نگهداری میشه. دوباره ادامه داره، رضوی و چهل ستون و حججی و اینها مربوط به حججی، احتمالاً همون آدمیه که آیت الله حججی، بله یه نفره. سریزدی، کتابخانه مسجد سریزدی، اینها مجموعه اون کتابخانه هاست. خلاصه علامه طباطبایی، کتابخانه علامه طباطبایی شیراز که نام شیراز در قبل از آن آمده است. همینجوری میبینید اینها کتابخانه ها هست. اینجا میاد حالا از کلمات دیگری استفاده، برای اینکه با اون اختصاراتی که در کتاب اومده هم وزن بشه، چیز آشنا بشیم و نتونیم دیگه چیز باشیم. اونجا اومده، بذار ببینیم آیا اینجا مقدمه، با یه مقدار سرعت بیشتری این رو بخونم که ببینیم این کتاب آیا نسخه خطی ترکی رو داره یا نه. که اگر این مثلا آنلاین بود آدم به راحتی میرفت داخلش جستجو میکرد، شاید هم آنلاین باشه، بذار ببینیم حالا، به راحتی میتونست ازش استفاده بکنه، بگه که چند تا کتاب ترکی در اینجا هستش. یه چنین کتابی باید، یا مجموعه کتاب ها باید به هم بست بشن تا انسان ها بتونن به راحتی باهاش ارتباط برقرار کنن. بذار ببینیم اینجا اطلاعات نسخه شناسی موجود در دنا به جهت تلخیص بودن کار محدود دیده شده و عملا بخش عمده‌ای از اطلاعات نسخه شناسی از مدار تحقیق خارج شده است. بیش از 20,000 نسخه جدید باید استدراک میشد و مقدار اطلاعات این نسخه ها عملا کاملتر بود و باعث تفاوت اطلاعات نسخه شناسی میگردید. حدود 50,000 اصلاح اطلاعات نسبت به دنا صورت گرفته است که میبایست استدراک و جبران میشد. عملا هر دو مجموعه ناقص عرضه میشد که نیازمند منابع جدید و بود تا پژوهشگر را به مقصود نزدیک کند. عملا امکان ارزیابی نسخه. من حالا دیشب با یک خانومی آشنا شدم که حالا نوشته بود ایرانی، که در ترکیه دکترا گرفته و اونجا هم اقامت کرده. حالا اسمش الان یادم نمیاد چی هست این خانم، و داره در اونجا روی نسخه های خطی دوره صفوی و اینا کار میکنه در ایران. کتاب هایی که در ترکیه هست در دوره عثمانی به یه جوری رفته عثمانی به شکل هدیه و اینها، داره روی اونها کار میکنه. جالبه که کتاب ها رو هر جا ترجمه میکنه میگه ایران، یه کلمه ایران رو میچسبونه به اونجا. جالبه کتاب مثلا اسمش فقط مثلا صفوی هست، اون میشه صفوی ایران، مثلا یه چیزی ایران میچسبونه. ولی خب به هر حال انسان چیزی هستش، اومده در دوره صفوی تحقیقات رو انجام داده، کتاب‌هایی رو جمع کرده. البته بیشتر تخصص ایشون بر اینه که چه کسانی مثلا جلدها رو ساختن یا اینها، چون که جلد ساختن خودش یه تخصص ویژه بود.
عبارت از نمایه مهرها و نمایه کتاب‌های فارسی و عربی و ترکی و غیره، محتملا بدن افزوده خواهد شد که حالا این احتمالاً اینجا یه چیزی نوشته، گفته که این بانک در سایتی با آدرس اینجا رو من اگه بتونم چیز بکنم، نه نشد، عقب گرد. چی شد این کتاب؟ فهرست نسخه‌های خطی. حالا من گوگل رو باز کردم، خوشبختانه گوگل که اینجا هست. اگر اون کتاب رو باز نشه دوباره باز میکنم که سریعتر به اونجا برسیم تا اون خودش برگرده. چی شد این کتاب؟ اینم باز نشد، دوباره به یک ایراد برگشت. اوکی، رسید به اینجا دوباره. حالا اگه اونجا رو، اون صفحه رو پیدا بکنیم خیلی عالی میشه. مقدمه بود، شاید بشه اونجا بشه جستجو کرد و دید که آیا کتاب‌های ترکی داره یا نه. صفحه بعدی اینجا باید باشه، اینجا www.mssdb.com. کجا بود این گوگل؟ www.mssbd db or bd db.com bd.com. بذار ببینیم db. db.com. The domain name mssdb.com وجود نداره نوشته، ولی بذار ببینیم اشتباه از من نباشه. mssdb. نه، ایراد از ما نیست. این mssdb یه چنین سایتی وجود نداره، برای فروش گذاشته شده. یه چنین چیزی، این بانک در سایتی که با آدرس فلان تعریف شده در دست محققان است. با وجود این خارج چاپی دارای امتیازاتی که نکنه این ان باشه. بذار ببینیم. nssdb.com. اینجا نباید میذاشتیم، یا باید میذاشتیم در یک صفحه دیگری. این رفت روی کتاب. یه چنین چیزی هم وجود نداره، وجود خارجی نداره. متاسفانه ایرانی ها احتمال باید بگیم دروغگویان چیز هستن دیگه. خب
بالاخره اومد. بیست و نه هزار صفحه میگه اینجا الان صفحهشه. این من الان صفحه این کتاب میگه 45 هزار صفحه است. من همینجوری که دارم میبینم نگاه کنید، 18 هزار، 20 هزار، جلد اول دیگه. این مثلا 23 هزارشو اینجا جا داده. خب اینجا چیزی برای ما به نظرم عمرمون رو اینجا هدر ندیم، برای اینکه قابل استفاده نیست. مثلا اینجا این کتاب رو نوشته، نسخه نستعلیق هستش و اینها، تهران، مهدوی شماره. حالا این اسم کتاب چی است؟ بذارید ببینیم. اسم کتاب رو هنوز نیاورده، احتمالاً یک کتاب رو گذاشته و در کجاها وجود داره، احتمالاً مجموعه نسخه ها رو خواسته بگه. یزد شیخ علی، نسخه فلان. بذار ببینیم آیا میتونیم این رو یک کتابی که من هنوز نتونستم اسم این کتاب رو پیدا بکنم. یعنی این چی از تهران، دانش شماره نسخه فلان، اسم الشیء ما یعرف بهی فاسم الله تعالی هو الصورة النوعية التي بخصائصها و هو یعتها على صفات الله و ذاته و بوجودها على وجهه. خب من چیزی تهران دایره المعارف شما نسخه فلان، نه عرفانی. حالا اینجا یه چیزی که کتابی معرفی شده عرفانیه، بذار ببینیم رساله عرفانی کجا هست. هنوز این چند صفحه نگاه کردیم، احتمال میدم که این مجموعه چیزها رو داره بررسی میکنه. فقط یک کتاب رو خواستیم ببینیم، اسم کتاب نیست، اینا فقط جاهایی که نگهداری میشه. خانسار رو جالبه این کتاب از این جهت خیلی مهمه که رساله عرفانی ترکی، این چی هستش؟ اگه بتونیم پیدا بکنیم، عرفان و تصوف ترکی. حالا ما اگر یه چنین وبسایتی میشد میتونستیم به راحتی بزنیم و اون رو ببینیم. اینجا عربی، حتما احتمالا این اسمش باید باشه، مشهد حسین ابی محمد عرفانی، با این کلمات آغاز شده باشه، خط نستعلیق. حالا از اینجا به بعد در مورد این کتاب داره صحبت، ولی اسمش کجاست؟ نقشبندی احتمالا این باشه، عرفان و فلسفه این فارسیه، این نیست، احتمالا همین باشه، نقشبندی. اینجوری آغاز میشه، تهران مجلس شماره. حالا یه چیزی ولش کنید، از این برای ما نون آبی در نمیاد. بریم ببینیم جراحنامه طب، یک کتابی در مورد جراحی به زبان ترکی، خیلی مهمه. این کتاب دوباره در خب به این قطعش بلنده، دوباره این کتاب در 432 صفحه نوشته شده در 870 میل قمری شمسی.
قمری ببخشید، یعنی هجری میخواستم بگم، میگفتم میلادی و اینا. 1447 ازش کم بکنیم 870 رو دقیقاً میمونه 577 سال پیش این کتاب نوشته شده به زبان ترکی، ولی متاسفانه یا خوشبختانه این کتاب در دست ترک ها نیست، احتمالاً در فرانسه نگهداری میشه. بذارید ببینیم اینجا، بله فرانسه نگهداری میشه. این جلد کتاب هست با رنگ قهوه‌ای سوخته بوده، آسیب مقداری در حاشیه ها اون کهنگی کتاب رو داریم میبینیم، زمان رو میشه روی اون دید. این داخل کتاب هست، صفحه رو باز کرده داخل جلد، این داخل جلد هست که رنگش رو میبینید، احتمالاً یا چرم یا مقواست، به نظر حالت چرمی داره و این هم احتمالاً جلد آخرش باشه که نشون بده. و اینجا صفحه های بعدی رو، این کتاب جراحنامه ترکی، کتاب جراحیه خانیت بالت. بذارید ببینیم، حالا میتونیم من اینو ببینیم که بخونیم، ببینیم این بالا یه چیزی نوشته 693 نوشته، این چی هست نمیدونم، تاریخ، اگر تاریخ باشه که با بالا فرق میکنه، خیلی فرق میکنه، و اگر نباشه این دستخط زیبایی که اینجا هست، کتاب جراحیه خانیت بالتون کیت المعروف یا به جراحت نامه فی طب، معروف به هر حال این معروف به جراحت نامه فی طب، این معروف بوده در اون زمان، مشهور به این نام بوده. مجلس تنظیمات اعضا سیندن یسنجی زاده محمد علمی افندی iş bu kitabı tip musbu berjoden ya berjoen cenablerine bir veçh yadigar vermiş olduğu bu mecelle şerh olundi. Bu محله شرح olundi. حالا این کتاب رو یه فردی به اسم، حالا این مجلس تنظیمات قانون اساسی می نوشتن در عثمانی، این آدم خودش رو صاحب صلاحیت دونسته، جزء اون تنظیمات بوده، قانون اساسی جزء فراماسون ها بوده. معمولا بگیم 90% یا 95% کسانی که در مجلس چیز داشتن، مشروطه وجود داشتن، به خصوص مجلس مشروطه دوم، اینا فراماسون بودن. مجلس تنظیمات اعضا سیندن سنجیزاده یا یسنجیزاده، یه چنین اسمی داره، محمد علمی افندی اسمش این بوده. این آدم خودشو مسئول میدونه که حالا یه مسیو طبیب خارجی اونجا هست فرانسوی، به این کتاب رو برداره بهش تحفه بده، هدیه بده. یعنی ما اینقدر ایشبو کتاب تیبی مسیو برژون یا برژون جنابlerine bir veçh یادگار، از خودش به یادگار ورمیش اولدغی بو محله شهر اولوندی. در چه سالی اینو داده؟ جمادی الاخر 1277. یعنی ببخشید من اینو دوباره باید حساب بکنم، بعدا دوباره برمیگردیم. اینو کجا رفت این کتاب؟ 1447 ازش کم بکنیم 1277 رو 170 سال پیش این کتاب رو داده. تنظیمات در چه تاریخی بوده؟ این رو اگر گوگل بتونه به ما کمک بکنه، تنظیمات
مجلس در عثمانی. اصلا این مجلسش و تنظیمات در عثمانی بزنیم ببینیم چی میگه. تنظیمات خیریه، نهضت نوگرایی و اصلاح طلبی در ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه عثمانی در قرن 19 است که از اواخر 1218 شروع میشه، هجری شمسی 1839 شروع میشود و با دوره قانون اساسی اول در 1876 پایان میرود. خب این کتاب در این مقطع که تاریخ هم زده خودش، همونطور که عرض کردم در دوره‌ای که فراماسونری تونسته وارد بشه. اینجا هم دو تا امضا یا یه دونه امضا هستش، به نظر 2 تا امضا میاد. و اینجا این کتاب رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. کوچیکش میکنم این کتاب رو که تو چیز صفحه جا بگیره بتونیم ببینیم. کتاب رو میبینید بسیار با خط زیبایی که من میتونم بخونم. جالب اینه که بین سطرها بعضی جاها کم بعضی جاها زیاد فاصله هست. تمامی حروف کلمات رو صداگذاری کرده با خط زیبایی که من بتونم بخونم و باش ارتباط عاطفی، فکری، اخلاقی، عرفانی، معنوی، هر چی که بگید بتونم برقرار بکنم و این کتاب رو مال خودم بکنم و مال من بشه، تو ذهن من باشه و بر معلومات من اضافه بکنه نوشته شده. بعضی از جمله ها و کلمات رو هم با رنگ قرمز نوشته. این کتاب در همینجا دیده میشه محمد خان ابن مراد خان آل عثمان نوشته شده، در دوره فرزند مراد خان نوشته شده. مراد خان یکی از پادشاهان هستش که متاسفانه در ترکیه هم در موردش فیلم نساختن. هم قهرمان جنگی هستش و هم قهرمان نوشتن کتاب ها و البته دوره عثمانی پر از کتاب هایی که نوشته میشه، ولی خب ما عثمانی رو نمیشناسیم، اجازه ندادن بشناسیم. حالا برمیگردیم اینها رو میخونیم. اهمیت این کتاب اینه که گفتیم 500 و چند سال پیش بود که این کتاب برای ما به یادگار مونده. 577 بود نه؟ یه بار دیگه اینو جمع میکنیم. حالا 1447 ازش کم میکنیم 870 رو که در اون تاریخ نوشته شده. 577 سال پیش این کتاب نوشته شده. در اون زمان اومده این کتاب کاری رو کرده که بی‌نظیره. اومده زبان ترکی رو، اون الفبای استانداردی که ما داریم رو، اولا کتاب به خط استاندارد نوشته شده، یعنی خط دولتی. استانداردش کرده یعنی چی؟ اومده بر روی هر نقاشی یا تصویر هر حرفی که نماینده یک صدا در زبان و مغز ماست، اومده اون رو صداگذاری کرده. ما اینجا با صداها میتونیم این کتاب رو بخونیم که در اون تاریخ و در اون جغرافیایی که این کتاب نوشته شده چلمات رو چه شکلی، به شکل ادبی، اون هم به شکل ادبی و رسمی و اداری این رو و یا علمی بگیم، چه شکلی کلمات رو می نوشتن و تلفظ می کردن. با این زبان روبرو هستیم که بسیار مهمه. ما میتونیم کلمات رو نه بر اساس امروز لهجه هایی که محلی گفته میشه بر اساس اونها ترکی این کتاب رو بخونیم، بلکه بر اساس اون بگیم مملکت، برای اینکه در ترکیه هر ایلی خودش یک مملکت حساب میشه. بر اساس اون مملکت و لهجه اونجا، زبان اونجا یا زبان رسمی که در اونجا حاکم بوده نوشته شده. این از این جهت بسیار مهمه. اینجا حالا ما با یک جدولی بعدا روبرو میشیم. احتمالا این شعر با یه شعر روبرو میشیم و بعد احتمالا اینجا فهرست ابواب هستش. بله اینجا فهرست کتاب هستش. فرض بکنید که اینجا یه مقدمه رو شروع کرده از بسم الله الرحمن الرحیم میاد تا این صفحه و اینجا میره فهرست کتاب رو میگه که چی هستش و بعد حالا چند صفحه فهرست داره نگاه کنید. اول کتاب نوشته شده و بعد
این فهرست و اون مقدمه بهش اضافه شده. قاعدتاً دور کتاب رو دقت بکنید، به زیبایی تمام با خطکش چیز کردن، کادر کشیده با رنگ قرمز. و بعد این فصل که نوشته، خود فصل رو هم ف، صاد و دندانه صاد که اومده، بقیه رو با خطکش طول صفحه رو، همه این فصل ها رو هم به یک اندازه خطکشی کرده. خیلی استاندارد جالب و زیبایی هستش. و تمام حالا اینها رو برمیگردیم دوباره میخونیم. این جالبه. این کتاب در 423 در 423 صفحه نوشته شده و در 423 صفحه هم این رو غربی ها اومدن تو پی دی اف گذاشتن، ولی ما متاسفانه کتاب هامون رو برای اینکه نمیدونیم چرا از پی دی اف هم میترسیم، شاید به خاطر زیغ وقته، میایم تو هر دو صفحه پی دی اف، در هر یک صفحه پی دی اف 2 صفحه کتابمون رو جا میدیم و از اون زیبایی و احتمال راحت دیده شدن و راحت خونده شدنش به این زیبایی کاسته میشه. هنوز ما داریم فهرست کتاب رو میبینیم، صفحه 31 هستیم، 30 و چند تموم شد. در اینجا صفحه 33 فهرست ها تموم میشه و اینجا یک خطی رو گذاشته که حالا اگه بتونیم جا برگردیم یه حاشیه نوشته. این حاشیه رو هم برای فهرست میبینیم و دوباره کتاب حالا اینجا شروع میشه. شروع کتاب اولین باب خیلی زیبا از اینجا کتاب شروع میشه و حالا ما برمیگردیم. اینجا یه مقدار جوهر ریخته، احتمالاً از نوک قلم چکیده و یا شایدم احتمال میدم که یه چیزی اینجا نوشته شده بود. نه، نوشته نشده بوده احتمالاً. حالا یه جوری هستش انگار یه چیزی هم نوشته شده بوده که روی اون افتاده و پاکش کردن. این هم حالا یه مسئله‌ایه که در این کتاب ها به نظر میاد که هستش. حالا این کتاب به همین شکل که میبینید نوشته شده و فصل ها هم به همون سبکی که در مقدمه کتاب فصل رو نوشته بود، به همون رسم الخط اینجا هم می نویسه. این کتاب با نقاشی هم داره دیگه. حالا این نقاشی جالب شد. صورت و طبیب و شکل و آلت و صورت علیل بونلردن. حالا یه وسیله و آلتی هستش که باهاش مغز رو کار میکردن، روی مغز کار میکرده. این حالا بر اینجا دوباره خود اون عالم رو کشیده که سرش یه عمامه مانندی داره. عمامه نیست ولی یه چیزی مثل اون هستش. نه، خودش هم رنگیه، سفید نیست. و بعد حالا روی این مریض داره کار میکنه در نقاشی بعدی و بعد دوباره با یه انسان دیگری، حالا این گوش چشمشه، داره روی چشم کار میکنه دوباره با یه وسیله و آلتی. حالا اطرافش هم باغ هست، این احتمالا در فضای حالت پاییز هم داره، یعنی انگار که پاییز بوده این نقاشی رو میکشیدن. در اینجا روی گوشش کار میکنه احتمالا. علیل bunlardır ikilik ağzının dağının təriqəsini bildirir. حالا اینو برمیگردیم اینها رو میخونیم، ولی این نقاشی ها بسیار جالبه. اینجا گوش رو با نقطه بزرگ کرده، انگار که یا گوش ورم کرده یا اینکه میخواد بگه گوش رو میخواد کار بکنه. یه وسیله دیگری هستش برای گوش. اینجا دوباره با یک حالت دیگه. نقاشی خیلی زیبایی داره. کاش میشد این رو الان مثلا ما چیکار میکردیم، میشمردیم ببینیم این کتاب چند تا نقاشی داره. نگاه کنید اینجا استخوان کمر رو یا استخوان بدن رو، اون اصلی فقرات، ستون فقرات رو انگار میخواد آزمایش بکنه. از بالا به پایین نقطه گذاری هم شده، انگار که مثلا یه جاهایی عیب و ایراد داره که از اینجای مغز سر شروع میشه میره تا حالا اینجا تا مقابل ناف رو، نصف کمر رو. و اینجا دوباره همون رو با یه شکل دیگری میبینیم. واو خیلی زیباست. اینجا
دوباره با یه آلت دیگری حالا یه کار دیگری میکنه و اینجا یه واو، انگار که مثلا جراحی مغز داره انجام میده، نمیدونم. و اینجا یه شکل دیگری، اینجا کلاه رو برداشته یا اینکه این علامت اینه که یه بخشی از سر رو هم برداشته. اینجا آدم‌های مختلف رو نشون میده که حالا چشم، از نظر چشمی احتمالا مشکل داره، دو تا میبینه به احتمال. اینجا یه چیزی نقاشی کرده، احتمالا همون چشم رو نقاشی کرده که انگار مثلا کوره و اینها، یه چنین چیزی. و اینجا یه آلت هایی که احتمالا برای مثلا برای استریل بوده یا برای آب بوده، هر چی که حالا نمیدونیم استریل در اون موقع چه مفهومی میتونست داشته باشه یا نداشته باشه. اینجا آلت رو کشیده که اون وسیله به چه شکلی بوده. و اوف، خیلی زیبا. این کتاب تقریبا هر صفحه دارای یک نقاشی هستش. حالا از یک قمیش استفاده میکنه، از یک نی استفاده میکنه، یه وسیله رو داخل دهان این آدم میکنه و یه نفر هم این سر این رو نگه داشته. خیلی نقاشی های جالبی در مورد طب داره. حالا اینجا البته با نوع لباس هم آشنا میشیم اینجا، نه تنها با نوع ابزارها آشنا میشیم، با نوع لباس ها هم آشنا میشیم که میبینید مثلا اینجا لباس ها همونجوری که ما فکر میکنیم همیشه اینجا گردن داشته و اینا نیست. اینجا مردا هم بخشی از سینه هاشون که امروز خانم ها میپوشن هم بوده، ولی وقتی این لباس رویی رو که با کمر با یک کمربند پارچه‌ای میبسته باز میکرده، پایین یه شلوار داشته، اون شلوار رو هم مدلش رو حتی کشیده. یعنی این کتاب از نظر مد لباس هم نگاه کنید، اینجا خود این طبیب حاضر رو که میبینیم خودش چند تا لباس و کفشش رو نگاه بکنید چه شکلیه، و اون آدمی که پاش برهنه هست، جوراب و اینها هم نداره، ولی این آدم پاش کفش جالبی هستش که من فکر نمی‌کردم در اون مقطع تاریخی چنین کفش‌هایی وجود داشته باشه. حالا سینه‌شو داره معاینه میکنه. واو، خیلی زیبا. اینجا یه 3 تا دایره کشیده که حالا علامت چی هست ما اینجا میبینیم. حالا این فضای خالی رو میخواد پر بکنه با گل و اینها. هر صفحه تقریبا یه نقاشی داره. خیلی عالی. اینجا حالا احتمالا آدم رو دراز کرده روی زمین و داره معالجه میکنه. نگاه کنید نوع لباس ها رو، مثل بچه ها که نقاشی رو نگاه کنید. ما نقاشی بلد نبودیم احتمالاً، در اون مقطع تاریخی وقتی میخواد نقاشی بکنه پشت لباس رو هم نقاشی کرده. این پاها انگار که اینو گرفته جلوش، دیگه نپوشیده. اگه دقت بکنید البته دستش هم اونجاست، یعنی انگار احتمالاً همین مفهوم رو داره که خیلی من از مقهور این نقاشی ها شدم و یادم رفت که متن کتاب رو دقت بکنم. من دیگه یه مقدار سرعت میدم برای اینکه حالا اینجا طرف لباسشو در آورده داره از پشت معاینه میکنه، یعنی باسنش لخته داره معاینه میکنه. مدل ریش ها رو هم میتونیم ببینیم اینجا. مدل ریش ها هم جالب هستش. خیلی این عکس ها، اصلا خود عکس ها، نقاشی هایی که کشیدن ارزش دیدن داره. احتمالا اینجا با یه خانم یا با یه آقا مواجهیم که موهای خیلی بلندی داره، موهاش خیلی بلنده. حالا تشخیص نمیتونیم بدیم که این چی هست. دوباره اینجا با یه بیماری در باسن مواجه هستیم. من دیگه سرعت رو بیشتر میکنم برای اینکه هر صفحه یه نقاشی حداقل داره، یا تقریبا میشه گفت که این کتاب اگر 423 صفحه هست احتمالاً 400 تا نقاشی حداقل داره. این 2 صفحه نداشت. بله، این 2 صفحه نقاشی نداشت مثلا، ولی اینجا انگار با یه بچه روبرو هستیم که مغزش مشکل داره و این با یه چاقو میخواد در بیاره. حالا این
کلاهشه یا اینکه این کلاه نیست، نمیدونم. احتمالاً بخونیم، باید یکی دوتا از این عکس‌ها رو بخونیم ببینیم که چی هست. دوباره با این چاقوی جراحی روبرو میشیم. من دیگه یه مقدار سرعتش رو بیشتر میکنم، ولی اون فصلهای اول که بود اونها اینجا برای چشم داره، نگاه کنید، یا با یه وسیله داخل چشم داره کار میکنه، یعنی نوع لباس، رنگهای لباس ها رو و همچنین کفش و قلهایی که این کتاب ها داره، لباس ها داره، اینها رو نگاه بکنیم. خیلی عالیه. این ابزارها رو هم اینجا کشیده، تیکی، تیزی، نوع ابزارها رو هم کشیده و اینجا ابزارها رو اینجا خیلی زیاد ابزارهایی رو که وجود داشته اینجا در این صفحه میبینیم که نقاشی کرده. تمامی ابزارهای لازم برای حالا یک نوع بیماری یا تمامی بیماری ها رو اینجا با یه ابزار دیگری روبرو هستیم. اینجا با یه ابزارهای مختلف دیگری روبرو هستیم. اینجا یه چاقو مانندی دستشی که داره دهانش رو معاینه میکنه و 3 فرد رو کشیده که 3 نوع لباس، 3 نوع پوشش و کفش و اینها رو براش نقاشی کرده، کلاه ها رو نقاشی کرده. من یه مقدار با سرعت بیشتری برم. این کتاب خیلی خیلی بی‌نظیره، خیلی بی‌نظیره. اینجا دوباره با یه آلت‌های دیگری مواجه میشیم. ببینید این که ما دیروز با یه دوستی داشتیم بحث میکردیم که اصلا آیا ترک‌ها، ببینید آشنایی ما با کتاب‌های قدیمی ممکنه چشم پزشکی یا بیماری‌هایی که امروزه داریم با اینها نباشه، ولی آشنایی ما این که پدران ما با یه چنین ابزارهایی ساخته بودند یا داشتن که باهاش بیماری‌ها رو تشخیص میدادن و این کتاب به قدری مهم بوده در اون مقطع تاریخی به عنوان یادگار میده به یه فرانسوی که ببره ازش استفاده بکنه. یعنی این کتاب ارزش بسیار زیادی داشته. احتمالا اون یارو فرانسوی اومده بوده فقط این کتاب رو بگیره و شاید اصلا این جایزه این آدم بوده که کمک کردن رئیس بشه یه جایی. خیلی زیبا. اینجا با نمیدونم خونه داره از زیر بغل این آدم میاد یا اینکه بله خونه، احتمالا یک حالت دلمه‌ای بسته، یه چیز بزرگی شده اونجا مثل چیباند چیزی هست. اینجا شکم رو داره کار میکنه. من دیگه دارم با خیلی سرعت بیشتری میرم، ولی اینجا یه مهر بود که خواستم ببینم این مهر چی هستش. برگشتم عقب. اینجا داره از پایین احتمالی خانم هست. این یه خانم دارن با یه وسایلی، یه ابزارهایی، یه چیزی مایعی رو داخل رحم این میریزن. 2 نفر داره اینجا کار میکنه. هر دوتا مردن این پزشکا احتمالاً و این خانومی که اینجا دراز کشیده و پایین تنش لخته، پاهاش هم باز کرده و یه وسیله رو داخل حالا رحم احتمالاً فرو کردن و دارن یه مایعی رو احتمالاً داخل اون میریزن. یعنی نگاه بکنید اینجوری نبوده. ما دوباره بله با یه خانم دیگه مواجه هستیم که پایین تن لخت هستش و یه دکتر با یه وسیله‌ای داره طبیب معاینه میکنه. اینجا چند صفحه روبرویم که نقاشی نداره و بعد ابزارها. دوباره اینجا احتمالاً با آلت مردانه روبرو هستیم. احتمال میدم بله آلت مردانه روبرو هستیم، برای مرد داره حالا با آلت اون حالا بیماری که داشته داره کار میکنه. اینجا هم احتمالاً با آلت زنانه روبرو هستیم یا آلت مردانه، نمیدونم، داره جراحی میکنه. احتمالاً جوانه، یه پسر جوانی هستش که آلت مردانه هست، بیماری داره و داره با اون کار میکنه. در صفحه بعد هم همونطور یه مرد بزرگسالیه. اینجا بیشتر مربوط به بیماری های ما الان به یه جایی رسیدیم که طبیب زن رو داره نشون میده که داره جراحی میکنه. یک خانم رو احتمالاً در اون بالایی ها، حالا اونا خانم بود، ولی اینجا با یک طبیب
طبیب روبرو هستیم با لباس خاصی که زنها دارن. هر دوتا زن لباسهای خاصی دارن و دامنشو حالا بالا زده و این خانم داره باهاش کار میکنه در باین تنه اون خانم. اینجا با یه احتمالا دختر بچه هستش که داره باهاش کار میکنه و مادرش هم کنارشه. اینجا با یه خانم دیگری داره کار میکنه در پایین تنه اون و اینجا نشون میده که چه شکلی پایین تنه این خانم رو باید باز میکرده و باز نگه میداشته تا بتونه داخل بدن رو ببینه. این ابزار رو داره نشون میده و اینها دوستان قدرت آفرینندگی ملت ترک رو در اون مقطع تاریخی نشون میداده. حالا چند صفحه ما نقاشی نداشتیم، دوباره یه خانومی رو در یه جای بالایی نشونده و طبیب در زیر هستش و اون خانم حالا پاهاش بازه و داره یه چیزی، حالا نمیدونم احتمالاً زایمان خواهد کرد یا خونریزی داره یا هر چیزی که نمیدونم، اون رو داره نشون میده. اینجا ابزارهای مربوط به معاینه درون بدن خانم رو نشون میده. اینجا هم همینطور برای یه خانم داره یه مایع ای رو تزریق میکنن از پایین و اینجا یه بچه هستش که احتمالاً دختر بچه هستش، مادرش کنارشه و دکتر مرد کنارشه و دارن خیلی اینها شاهکاره و این کتاب واقعا محشر. اینجا با یه مرد مواجه هستیم که حالا از داخلش احتمالا مثلا داخل شکمش باید دیده بشه، از پشت دستشو داخل کرده. حالا نقاشی گفتم در ما نقاشی داخل مثل دوره بچگی ما هستش که نقاشی میکردیم، مثلا پاهامون از زیر لباس هامون دیده میشد، یعنی انگار که پاهامون بیرون لباسه. اینجا هم دو دستشو داخل از پشت مقعد مرد کرده ولی خط کشیده که یعنی این داخل هست ولی دستا انگشتا دیده میشه داخل. خیلی 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 زیبا. اینجا به جایی رسیده که پاها مریض میشه. از سر شروع شد، ظاهرا بر اساس نقاشی ها اگر دقت بکنیم از سر شروع میکنه میرسه به پا و بیماری ها رو. البته اینجا چند صفحه هستش که ما نقاشی نداریم و باب عوض میشه. خیلی انگار که نه، من گفتم احتمالاً 400 تا نقاشی داشته باشه، احتمالاً کمتر داره برای اینکه از اینجا به بعد تقریبا کتاب با فاقد نقاشی است. اینجا ابزارهای نقاشی، ابزارها رو میبینیم، دوباره نقاشی انسان رو نمیبینیم. برای اینجا دوباره پای یه نفر بیمار، دوباره داره اون رو نشون میده که لخت پاش و اینجا انگشتش مشکل داره. برای انگشت اینگار که مثلا حالا 6 انگشتی مثلا باشه، اینگار که مثلا باید اون رو برید. اینجا جوراب مرد رو نشون میده، جالبه، بیمار رو نشون میده، ولی گوشش یا اینجا فکش نمیدونم حالا به فارسی اینجا چی میگن، آورده یا دا قلاغه یا گوشش یا این لپش بیماره و اون رو خیلی بزرگ کشیده که نشون بده این حالت ورم داره. دوباره پاها، دوباره دست، روی دست یه بیماری هستش که داره کار میکنه مثل چبان و یه چیزی، تاول. اینجا ابزارهای مربوط به این بیماری رو داره نشون میده. خیلی کتاب محشری، محشر، واقعا محشر این کتاب. اینجا با یه نقاشی دیگری روبرو هستیم که انگار روی انگشت چیز شده. ولی این کتاب گفتم از نظر لباس شناسی و قیافه شناسی، ابزار شناسی، بیماری شناسی، کفش شناسی، رنگ شناسی، نوع نقاشی، خیلی از خیلی جهات برای ما یه تاریخه. ما با تاریخ، ما وقتی میریم تو دانشگاه هر رشته‌ای که میخوایم بخونیم
وقتی در مورد تاریخ اون رشته میخونیم برمیگردیم غربی ها چیکار در تاریخش چیکار کردن اون رو میخونیم، نظریات دانشمندان غربی رو میخونیم، ولی ما در مورد دانشمندان خودمون و اینکه پدران ما چیکار کردن، چه ابزارهایی اختراع کردن، اینا هیچی نمیدونیم و اینکه چه نظریاتی در زمینه‌های مختلف داشتن هم باهاش آشنا نیستیم. ولی نگاه کنید با دیدن یک چنین کتابی ما میبینیم که در زمینه پزشکی قبلا ما اسم بیماری ها رو میخوندیم، داروهای گیاهی رو میخوندیم، الان با یک کتابی مواجه هستیم که بیماری تشخیص داده میشه و نیاز به جراحی داره و این کتاب تنها به اینها بسنده نمیکنه. ما از طریق نقاشی ها به نوع حالا داخل اون مطب یا اونجا یا اون حیات نوع گیاه رو میبینیم، نوع لباس رو میبینیم، نوع عمامه ها یا کلاه ها رو میبینیم، نوع قیافه ها رو حتی میبینیم متفاوته، لباس ها، مدل لباس ها رو میبینیم، رنگ لباس ها رو میبینیم، گل های روی رنگ لباس رو میبینیم. ما الان امروزه لباس های ساده میپوشیم، یعنی رنگ یک رنگ یا دو رنگ دیگه، نهایتش کت شلوار مثلا دو رنگ باشه، مثلا این لباس نگاه کنید مثلا 3-4 تا رنگه، ولی اینکار که ولی در گذشته گل داشته لباس ها، رنگ های بسیار متنوع و همچنین طرح‌های بسیار متنوعی داشته. در این حال ما با ابزارها مواجهیم، ابزارهای بسیار زیادی رو میبینیم. دیگه من چی بگم براتون، اینجا با یه بیماری مواجه هستیم میشه 4 نفره 3 نفر دارن کار میکنن که بتونن این بیمار رو حالا نگه دارن و یه عمل جراحی روش انجام بدن. اینجا برای اولین بار دیدم که پاها دیده نمیشه داخل لباس. در نتیجه یعنی میدونسته که لباس باید پا رو بپوشین اگر تنشه. اینجا اینو میبینیم. در نتیجه اون قبلی ها همونطور که عرض کردم احتمالاً از تنشون در می آوردن ولی جلو بدنشون میگرفتن. اینجا دوباره باسن لخت یه آدم رو میبینیم بیمار داره چیز میکنه، خیلی زیاده. من اینجا احتمالاً دستش در رفته یا شکسته، داره 3 نفری دارن اینو یه کاریش میکنن و اینجا هم همینطور. خیلی زیبا این کتاب. محشر آقا، محشر. من اگر میتونستم واقعا میگم اگه وقت داشتم، چون نمیدونم که چقدر میتونم این برنامه رو طولانیش بکنم، واقعا این نقاشی ها رو میشمردم و به نظرم من باید یه تعدادی از این نقاشی ها رو عکسشو بگیرم. از این بعد این کارو میکنم، نقاشی ها رو عکسشو بذارم، برای اینکه این نقاشی ها محشر آقا، محشر. خب برمیگردیم اول کتاب و یه چند جمله ازش بخونیم. حالا این اول که خونده بودیم از بسم الله شروع بکنیم ببینیم که یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من نیم ساعت برای خوندن این کتاب صرف میکنم، احتمالا فردا دوباره این کتاب رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. حمد بی حد. حالا دیگه این صداگذاری ها که روی چیز قرار گرفته این خیلی عالی، من رو کمک میکنه که حداقل کلمات رو درست بخونم. اگر سوادم نرسه که معنیشو بفهمم. حمد بی حد و ثنای بی عد، اول ذات احد صفات صمد، بیان وصف لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اولنکی حضرتینه اولسون. حالا اینجا جالبه که اینو نمیتونم بخونم، این کلمه رو هیچ وقت نتونستم تا الان بخونم. یعنی کفوان احد، اللهون، احتمالاً این باید بخونم اللهون حضرتینه، یا آ باید بخونیم اللهون حضرتینه، این اللهونه، یا الهون بله الهون حضرتینه اولسون کم مجموع مکونات کائنات من کان من الانس والجان. اینم من نوشته، این من کان من الانس والجان به امر کن
فکانه صحرای عدمدن حیز تشدید رو خیلی کوچیک گذاشته ولی حالا دیگه متوجه شیم. حیز وجوده گتردی yüzünde انواع نباتات bitirdi insana عقل ادراک روزی قلوب اول نیاتاتون احتمالا نباتات باید بخونیم اول نباتاتون خواسنه یتردی و الصلوات و طبیعات و النامیات اول خاتم النبیین حبیب رب العالمین Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun kim ümmetini şirk çirkinden احتمالا باید این 3 تا نقطه ببینیم اینجا شرک چرکیندن رحمت و بشارت سویل یودی و گراگون حالا این و گرانگو و گرانگو احتمالاً و گراگو احتمالاً این باید یک کلمه باشه که در انتهای صفحه و ابتدای صفحه گگüllerini سراج و گرانو احتمالاً اینو باید گلlerini احتمالاً باید همین باشه گلlerini سراج ایمان سراج یعنی چراغ مثلا سراج ایمان nuriyle münevver ve qədəmlərini selk şeriat üzerine mügerrer kıldı ve آل و اصحاب و اتباع و اشیاء üzerine olsun. حتی به اشیاء هم میگه باید درست، برای اینکه اینقدر به ایمان داره به این انسان، میگه حتی اشیای اون لباساش هم باید براش سلام و صلوات فرستاد و اشیاء üzerine olsun. بعد گفتند حالا سلاشو فرستاد و گفتش که پیغمبر من چی هست و الله من چی هست و چه قدرتی داره چه صفاتی داره، اینها رو گفت و حالا میاد باره بعد از حمدی خدا همون خدا اینجا ز گفته دیگه، دال ز هستش نه دالکو و درود مصطفی ای طالب. حالا بعد از اینها، بعد از حمد خدا و درود مصطفی ای طالب با صفا بلونل کم هجرت نبویینون اعنی تاریخ مستویینون 800 خودش تاریخ گذاشته، خیلی این انسان علمی بوده. تاریخ مستویینون هجرت نبویه تاریخ مستویه خیلی زیبا. اعنی تاریخ مستویینون 870 yılı olmuştu. این سال شده بود 870 اون بالا بله همین رو نوشته 870 olmuş yılı elbette اینجا yılı olmuştu. kim ol Süleyman taxt سکندر بخت دار رستم شکار فریدون فر مظفر زفر پادشاه بحر بر سلالت السلاطین خلاصت الماء و التین خلاصت الماء و التین شاهنشاه زمان و زمین زمانو با واو نمیگه، نگاه کنی خیلی جالبه، زمان و زمین. حالا من از اینجا باید یاد بگیرم که دیگه اونها رو میشه اینجوری خوند، صدا رو دیگه زمان و زمین نمی نویسه، زمان و زمین ذلی رب العالمین ناشر الامنی و الامان باشر العدل و الاحسان قاهر الکفرتی کفرتی و فهرتی و طغیان از سلطان ابن سلطان احتمالا این
خان ابن باید بنویسه، خان ابن خان، این نون اول خان از بین رفته، خواب ابن باید بخونیم ولی خب در نمیاد. سلطان ابن سلطان، خان ابن خان، محمد خان ابن مراد خان آل عثمان. محمد پسر مراد خان در زمان اون که این کتاب رو میگه، حالا چه سالی هست؟ 870. این در اون دوله هست. خلد الله تعالی سلطنته و عید دولته یا ربی، درمان سریر سلطنت و بساط معدلت üzerinde muarrar و اعادی üzerine مظفردی. احتمالا مقرره، üzerine مقرر و اعادی üzerine مظفردی. کیم؟ بو ضعیف و نحیف اعوج الناس، ببخشید اعوج خوندم، احوج الناس، احوج الناس شرف الدین اسم خودش. چه کسی این کتاب رو نوشته؟ شرف الدین بن علی بن الحاج الیاس. اسمش چی شد؟ شرف الدین، فرزند علی که خودش اون علی یعنی پدر بزرگش چی میشه؟ حاج الیاس. حاج الیاس پدر بزرگ پدر علی هستش و شرف الدین نوه. اینجا شرف الدین کتاب رو نوشته. پس اسمش چی شد؟ شرف الدین ابن علی ابن الحاج الیاس. عفا الله عنهم، که الله از هر گناه هر سه تا عفو بکنه. آمین. منم بگم آمین، شما هم بگید آمین، برای اینکه این کتاب بسیار مهم علمی در زمینه جراحی بیماری ها رو و آشنایی ما با ابزارهای پزشکی در اون مقطع تاریخی رو و همچنین نوع بیماری ها، نوع لباس ها، نوع پوشش، نوع آرایش سر و صورت، نوع آرایش زنانه، نوع آرایش مطب رو برای ما تا یه حدودی رسم کرده، نقاشی کرده و برای ما جا گذاشته. عفا الله عنهم به حرمت النبی و عباس المقلب. این عباس ملقب، البته ملقب به صابونجی. حالا این چه کسی هستش؟ به حرمت نبی و عباس الملقب به صابونچی اغلی المتطبب فی دار الشفای اماسیه حرسها الله عن البلیه. این آدم یه آدمی هست به نام عباس که معروف به ملقب به صابونچی اغلی، چه متطبب یعنی داره مطب داره، متطبب میکنه یعنی طبابت میکنه. مطب از یعنی جای طب، متطبب یعنی کسی که دارای مطب هستش یا طبداری میکنه. فی دار شفای، در بیمارستان اماسیه. اماسیه یه ولایتیه در ترکیه امروزی که در دوره عثمانی هم بوده. ببینید اونجا اون زمان بیمارستان داشته و اون وقت ما فکر میکنیم که بیمارستان ما از غرب آوردیم و در ایران میگه تا اولین بیمارستان رو در فلان زمان در دوره ناصرالدین شاه در تهران فلان کس ایجاد کرد. یه چنین دروغ هایی رو به ما میگن برای اینکه ما باید همه چیز رو از غرب بیاریم، برای که ما ترکا هیچ چیزی از خودمون نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت. اینو میخوام به ما تلقین بکنن، در حالی که نگاه کنید آماسیه که اصلا پایتخت نیست، یه جای دوری هست، در یه جای دوری نسبت به استانبول. حالا مثلا نقشه رو من میتونم نشونتون بدم که گوگل مپ رو من اگر بیارم اینجا، گوگل مپ، اینجا بنویسیم آماسیه ترکیه. حالا ببینیم آماسیا، نگاه کنید اینجا. حالا من این نقشه رو اگه تبدیلش بکنم به نقشه‌ای که چیز باشه، اینجوری، این آماسیا هستش. نگاه کنید اینجا اسم آماسیا رو میبینید. من حالا اینو کوچیک میکنم نقشه رو که شما این آماسیا رو ببینید که کجا هست. اینجا الان
روی نقشه میبینید دیگه کوچکتر میشه، یه احتمالا مسجد یا خانگاهی رو آورد. نگاه کنید اینجا در اون مقطع تاریخی استانبول پایتخت نبوده. خب در نتیجه کجا بوده؟ اینجاها یه جایی تو اروپا که امروز ما میگیم، یه جایی تو اینجا تو بلغاریا، این قسمت ادرنه، احتمالا در اینجا ادرنه اینجاست، امروز هم در داخل ترکیه هست ادرنه که عکسش هم اینجا میبینید. اینجا احتمالا نمیگم حتما، احتمالا اینجا پایتخت بوده. و آماسیا کجاست؟ آماسیا اینجا. کجا رفت؟ احتمالا همینجا بود. بله آماسیا اینجاست. نگاه کنید از اینجا حتی اگر استانبول هم پایتخت بگیریم، از ادرنه تا اینجا حدود 10 روز راهه. من میتونم حالا اگه بشه مثلا آدم بتونه اینجا رو مسافتش رو یه شکلی بکشه، میتونه بگه که مثلا بین اینجا، البته میشه اینو در آورد، زیاد سخت نیست که مساحتش از اینجا تا اینجا چیه، گوگل بپرسیم. ولی اینجا چی داشته؟ آنکارا جدیده. نگاه کنید آنکارا در دوره آتاتورک به پایتخت تبدیل شد. قبل از آتاتورک استانبول بود و قبل از اینکه استانبول فتح بشه بیشترش ادرنه یا بورسا بود، یه اینجاها بود. یعنی یا بورسا میشد پایتخت یا ادرنه میشد. ادرنه معمولا بود حالا به نظر من. ولی به هر حال نگاه بکنید، یعنی اینجا شما در خیلی نزدیک به طرف شمال هست، یعنی این دریاچه چیز. حالا اینجا یه دارالشفا داشتیم، خب که این العباس ملقب به صابونجی اغلی متتبع فی دارالشفای اماسیه حرسه الله عن البلیه شهرنده. حالا شهر رو هم دعا میکنه برای اینکه انسانها به شهرشون، همونطور که در کانادا و آمریکا و اروپا هر شهری هر روستایی هویت خودشو برتر از هویت اون شهر بالایی میدونه یا هویتشو دفاع میکنه در مقابل اونها، محصولاتشو دفاع میکنه. مثلا اگر یه محصولی که مثلا در نزدیک شهر من که اخیراً براتون از باغ اون چیز گذاشتم، در این منطقه میگه آقا نرید از تورنتو بخرید، شما نباید اقتصاد تورنتو رو قدرتمند بکنید، باید از اینجا بخرید که اقتصاد این منطقه قدرتمند بشه. یه تعصب خاصی به اقتصاد به منطقه خودشون دارن، فوتبالشون رو چیز میکنن، مدرسهشون رو تایید میکنن، بیمارستانش رو خیلی خیلی، یعنی حالا اینجا هم در عثمانی در 577 سال پیش هم ببینید یه تعصب به جغرافیای خودش داشته، به وطن یا محلی که کار میکرده تعصب داشته. یه بیمارستان داشته 570 سال پیش اونجا که این در این بیمارستان این یکی از پزشکا بوده، اینجوری که داره میگه. و بعد حالا چون از این شهر داره تزریق میکنه، تغذیه میکنه، از این شهر روزیشو در میاره، انسانهای این شهر امنیت بهش میدن، دارن با هم کار میکنن، چیز میکنن، میگه این شهر رو دعا میکنه حرس الله عن البلیه، خداوند این شهر رو و انسانهاشو، نه اینکه خود شهر رو، انسانها و اون امکاناتی که در اون شهر رو از بلایای طبیعی و غیر طبیعی محافظت بکنه. شهرنده بو توق گمیس، بو توق گمیس. توق میدونیم که حالا باید بنویسیم که توق چی هست. من فارسیشو میدونم که در زبان فارسی توق به گردن حیوانات بسته میشه. توق قمیص، ببینیم چی میشه. اینهاش ببینید، این توق قمیص لباسایی رو که اینجا گذاشته پیراهن. توق قمیص نوع پیراهن هستش دیگه، به اون معنی که توق باشه به گردن ببندن نیست. توق قمیص قمیص پیراهنه. حالا توق مدلش بوده. توق قمیص
معیشتم توق گمیس معیشتم گلت روزگار گلت توق گمیس معیشتم یعنی این لباس چیز گلت روزگار و زمانت دل آزار علنده گرفتار دی. حالا میگه که روزیم کم بود یعنی فقیر بودم، اینو میخواد بگه، ولی خیلی شاعرانه تصویر میکشه. قوس توق گمیس معیشتم گلت روزگار و زمانی دلازار علنده گرفتار دی. دیلدم کیم بو مهن روزگاردن کندوزمی خلاص کندوزمی خودشو داره کندوزمی یعنی خودم رو خلاص ادم خودمون را اینجوری کندوزمی یعنی خودمون را خلاص ادم اول سلطان سلاطینون عتبه کیوان رفعت اول باب مرحمتینه yüz sürmek ile وسیله طلب ettim. حالا رفته از اون سلطان خواهش کرده آقا به من یه امکاناتی بده که من مثلا این کتاب رو بنویسم. حالا اینجوری yüz sürmek ile وسیله طلب ettim و bildim ki ol fazıl kamil melikün hazretinde علومیدن مرغوب نسنه یختور. میگه فهمیدم که سلطان احمد شد دیگه، نه سلطان محمد خان، احمد نه، سلطان محمد خان به علم بیش از هر چیزی در دنیا بها میده. دیلدم که bu mehen روزگاردن کندوزمی خلاص ادم اول سلطان سلاطینین عتبی کیوان رفعت اول باب مرحمتine yüz sürmekle vesile talep ettim ve bildim ki ol fazıl kamil melikün hazretinde ulumiden mergub nesne yoktur. nesne یعنی هیچ چیزی، هیچ مالی، هیچ فکری، حتی فکر اگه طلب بکنیم، خصوصا علم طب kim şaninde نصف العلم denilmiştir. میگه خصوصا به طب که نصف العلم گفتن بهش، نصف الدین denilmiş. به پزشکی نصف العلم din denilmiş. Yani dinin nisfi ilmidir. نصف العلم denilmiş. طب نصف علم بوده، گفته شده. bu معنیدن علم طبدن bir کتاب جراحیه yazdım. یک کتاب در زمینه جراحیه yazdım. Bu ömür گسیر ve amel طویل içinden bilip ve tecrübe edip ilmi yakin ve ilmi yakin müşahede ettiğim amal yedden bir neçedir acayip ve garayip işler bu muhtasar içinde درج ettim. حالا میگه که یه بخشی از اون علم طبی رو که من میدونستم در داخل این کتاب آوردم. خیلی درج ettim. Şiklün şimdiki zamanın cerrahileri bu zikr şöyle ki derc ettim, şöyle ki şimdiki zamanın cerrahleri bu zikr olunan a'male yedün ekserini اعمال یدون یعنی کار دست، یدون اکثرینی نکرmişler. حالا این نر اکثرینی حالا این 3 تا نقطه زیر هست، احتمالا نون خونده باشه. نن میشلر و مشلر نه اینجا یه چیزی هستش که نمیتونم بخونم. فکر میشلرونه یا نکرلرmişlerine
işlemişlerdir. Şul sebepten kim bu nelerin birincisi amilerdir. Kütüb-i mütekeddimeni nazar edip ol kitapların ahkamına tetebbü edip sahip ameller kütüb-i edip tarik-i müstegim üzerine varmamışlardır. حالا میگه که پزشکان امروزی به کتاب‌های قدیمی مراجعه کردن و نتونستن درست بفهمن و چیز بکنن، درست عمل بکنن. در نتیجه من یه کتابی نوشتم که نقاشی هم کرده که حالا باهاش آشناتر بشن. varmamışlardır. نرسیدن به حقیقت. Ben kendi gerihelerinden hatalı işler işleyip isyana mürtekip olarlar diye کتاب ترکی yazdım. حالا میگه که به خاطر اون کدفهمی و اینا ممکنه که به خاطر قریحه شخصیشون، یعنی اون چیز برداشت شخصیشون از کتاب ها، میگه خطا بکنن و عصیانه مرتکب اولور، یعنی در کار پزشکی به خطا میرن. عصیان اینجا یعنی کار خطا. دیگه کتاب ترکی yazdım غم yazdığım şul acelden. حالا چرا میگه ترکی yazdım؟ ترکی yazdığım şul acelden oldu ki قومی دوم ترکی dilin söylerler. حالا یعنی قوم روم، ببخشید قوم دوم من خوندم این غلطه. قوم روم یعنی این قومی که در روم زندگی میکنن، ترکی dilin söylerler احتمالا همون سورلر هستش که söylerler و bu asrın dahi cerrahlarının aksari ümmilerdir. میگه عصر جراحان این عصر، این زمان 577 سال پیش امی هستن، یعنی زبان محلی یک زبان میدونن اینجوری. و اخیانلری دخی ترکی کتابلر اخورلر. حالا اونایی هم که میخونن کتاب ترکی میخونن. نگاه یه اطلاعات جامعه شناسی زیبایی هم داره میده. الان ما در اینجا در مورد جامعه شناسی طب در اون عصر داریم یاد میگیریم. ما این جامعه شناسی رو هیچ جای دیگه نخوندیم. هیچ جای دیگه ما این جامعه شناسی رو که این کتاب داره به ما میده در مورد جامعه شناسی سواد و پزشکی و یه کتاب دیگه بود که در اونجا من تفسیر خودم رو گفتم، ولی اینجا داره نشون میده جامعه شناسی رو. البته یه کتاب جامعه شناسی هم معرفی کردم قبلا، یه مقداری ازش خوندیم. asrın ümmilerdir ve okuyanları dahi Türkçe kitaplar okurlar. Çünkü bu kitaba mutala ederler, çok türlü müşkülleri hal olup اگر کتاب ترکی رو بخونن خیلی از مشکلاتون حل میشه. her işin aslin bilip kendiler hatadan aliller. علیل کوتاه بودن، ناقص بودن. میگه که خیلی زیبا داره این کلمه علیل رو در اینجا توصیف میکنه. میگه اگر هر ایشون اصلین بلیب کندولر خطا، اصل هر کاری رو بدونن از خطاها علیل میمونن، یعنی یه خطا نمیکنن. علیل ناقص شدن، ناقص میشه خطاشون، خطا ندارن دیگه. خیلی جمله رو علیل رو به عنوان صفت برای اینکه خطا نکنن، به جای اینکه بگه خطا نمیکنن میگه که از خطا مسون میمونن، علیل میمونن. اینگار که مثلا علیل بودن، مثلا دستمون بره علیل میشیم دیگه. حالا خطا هم نکنیم از خطا علیل میشیم، خطامون علیل میشه. خیلی این برای اولین بار با یک چنین کاربرد صفت در زبان ترکی. بلادن، حالا بلا هم داره میاد، یعنی ممکنه به یه انسانی آسیب برسونه، پزشک، جراح. حالا چی میگه؟ اون بره شکایت بکنه دادگاه و بیاد بلا میشه دیگه. به هر حال میگه بلادن گورتارالر و bu kitabın taalifine
sebep olar padişah olan sebep olan padişah kerimin ol lütfi amimin amim umumi lütf amimin devam devletine ana اللیلی و اطراف النهار لیل در طول شب آنا در لحظات شب و اطراف روز و در طول روز دیگه همون آنا اللیل لحظه آن جمع آنا جمع آن لحظه ها لحظه در زبان ترکی آن رفته به زبان فارسی شده ضمیر البته به عنوان لحظه هم به کار میره در زبان فارسی هم آنا اللیل و اطراف النهار مشغول اوللر و bu کتاب 3 باب با الف و واو ننوشته برعکس اون قبلی ها که با الف و واو می نوشت این فقط با یه الف نوشته بالاش یه او گذاشته و üç bab ettim در 3 باب و her babın bir neçə fasl üzerine bast ettim. اول بابده her üzvün تغماغının این یعنی چی؟ تغماغ احتمالاً تغماغ تدگین bildirir یعنی چجوری این رشد میکنه تغماغının یعنی زاد و ولد رشد کردن این عضو رو شرح میده. İkinci babide cerahatler demişken ya demiş cerahatler deşmek cerahatler deşmek ve yarmak deşmek سوراخ کردن yarmak بریدن cerahatler deşmek ve yarmak ve دکمک احتمالاً دکمک و معاجه اتمگی bildirelim. در باب دوم هم چگونگی سوراخ کردن و بریدن و این دلمک باید باشه دوباره دشمک با حالا اینا لغات مختلفه دیگه دشمک انگار که مثلا یه جوری اینجوری باز میکنید یارماق میبرید دکمک نوشته ولی من دکمک رو متوجه نشدم فکر می‌کنم دلمک باشه دلمکه یعنی سوراخ کردن و معالجه ekmegi bildiririm. 3. babide sınık sermaqi sınık sermaq از یک کلمه انگار نوشته شده نگاه کن سنوگو سرمقی سرمق امروزه با بانده ها و اینها این رو چجوری ببندیم شکسته بندی رو چطوری یک چیزی که یه عضوی که شکسته اون رو سرمق بکنیم ببندیمش و چکمک چطوری این جاهای اعضاهای در رفته حالا چکخ رو نمیدونم باید در رفته معنی بکنم دیگه چکمک اینها رو چجوری باید کشید و سر جاش انداخت bildiririm ve bu kitaba cerahiye ilkhaniye diye ad verdim. cerahiye ilkhan اسم کتاب اصلیش چیه؟ جراحتنامه نیستش اسمش جراحیه ایلخانیه اسم کتاب جراحیه ایلخانیه diye ad verdim و فهرست الابواب düzelttim و فهرست الابواب هم براش درست کردم و تشریح yerine تصویر وضع ettim به جای اینکه توضیح با کلمات تشریح شرح بدم با تشریح yerine تصویر وضع ettim یه نقاشی کشیدم صورت استادی و şekli alet ve صورت علیل müsevver edip şul yerlerde kim yazmak gerektir yazdım ve şul yerlerde kim اهم değildi yazmadım در اون جاهایی که خیلی مهم بود توضیحاتی هم برای شکل‌ها نوشتم در جایی هم که خیلی مهم نبود yazmadım ننوشتم و her fasl içinde bir türlü al işini
علی الانفراد و الاعتداد بیان و عیان ادم. در هر فصلم هر نوع آلت حالا احتمال باشه. ال ایشینی ببخشید کار دستی رو لازمه. ال ایشینی من آل خوندم ببخشید. ال ایشینی علل انفراد به طور فردی ولی اعداد یا اینکه با یه تعداد دیگری یه جاهای پنهانهایی پزشکی رو کار پزشکی رو انجام داده یا در جاهای 2 نفره 3 نفره 4 نفره هم که من تو نقاشی ها نشون دادم 3 نفرش رو دیدیم. ادم تا کم طالب لره ایسر و اخیر اوله تا اینکه برای اینها راحت تر. ایسر عربی از کلمه یسر، ایسر راحت تر و اخیر یعنی به راحتی بتونه این کار رو اختیار بکنن. اخیر اوله و bu kitabın اتمامی چون برای تمام کردن این کتاب حضرت بادی تعالیدن استعانت طلب اتم به اونهی و فضله. حالا اینجا یه شعر گفته که اینو بخونم و دیگه تمام. یا رب dilerim gece gündüz ala devam onun erişe kim ola bu muhtasar tamam ol nur cünün güldün آنی افضل الرسول. خب دیگه شعر رو بمونه برای روز دیگری، برای اینکه بیش از حد چیز خیلی کتاب زیبا نوشته شده، خیلی عالیه. من این کتاب رو یه چند صفحه بیشتر 2 روز 3 روز احتمالاً این کتاب رو بخونم برای اینکه این کتاب خیلی خیلی من رو به هیجان آورد. امیدوارم که موفق و سلامت و تندرست بمانید. در روز دیگری، در روزگار دیگری اگر خداوند الله تبارک و تعالی عمری بده و توفیق بده خدمت میرسیم و این کتاب رو میخونیم. به امید دیدار.